اونیکومایکوسیس یا عفونت قارچی ناخن نتیجه یک عفونت قارچی در پوست یا ناخن است. اغلب این عفونت‌های قارچی پا و ناخن انگشت پا را درگیر می‌کند. نیز هر کس این قارچ را در زیر لبه پوست ناخن خود و همراه خود دارد که در اغلب موارد در آنها ایجاد ناراحتی نمی‌کند. آنها زمانی ایجاد ناراحتی می‌کنند که در پوست یا لایه ناخن نفوذ کند. این قارچ در محیط‌های مرطوب و گرم به خوبی و سریع رشد و زندگی می‌کند. پاهایی که تغییر می‌کنند و کفش و جوراب‌هایی که هواخوری و تهویه خوبی ندارند رشد قارچ را تحریک می‌کنند. علاوه بر این ناخن‌های شکسته یا ورقه شده از قابلیت بیشتری برای نفوذ قارچ برخوردارند. نیز با شنا کردن و دوش گرفتن پوست پا مرطوب شده و استعداد بیشتری برای عفونت قارچ پیدا می‌کند. به همین علت مردم از عفونت قارچی پا سخن می‌گویند. عفونت قارچی پا به راحتی در بین مردم از طریق پوست قابل سرایت است. برای خود شما نیز در صورت عفونت یک ناخن، سرایت آن به ناخن‌های دیگر و عفونت ناخن‌های دیگر پاهایتان به ناچار سریع اتفاق خواهد افتاد. و یا آن به شکل عفونت قارچی پا شروع و سپس به نوک ناخن‌های شما هدایت خواهد شد. ناخن‌های عفونی ابتدا رنگ زرد مایل به سفید دارند و در صورت عدم درمان بیماری اونیکومایکوسیس می‌تواند بعداً به رنگ زرد مایل به قهوه‌ای تغییر یابد. در این زمان ناخن تکه تکه شده و زمخت و ناصاف می‌شود. اونیکومایکوسیس یک موقعیت خوشبین و غیر خطرناک است، اما شکل پای شما را زشت می‌کند. شما می‌توانید به روش‌های مختلف ناخن خود را درمان کنید. اگر قارچ در ریشه ناخن رشد نموده باشد، داروهای مانند ضد قارچ که در درون کاربرد دارد میتواند راه حلی برای شما باشد. متاسفانه این ضد قارچ ها به درستی عمل نمی کنند و در شما ممکن است تاثیرات جانبی از دارو ایجاد شود. اگر قارچ در ریشه ناخن رشد نکرده باشد، یک سرم مخصوص میتواند راه علاج استفاده شود. اگر ناخن از چند جا خرد شده باشد، بیش از طی 1 سال پس از درمان ناخن جدید و کامل رویده خواهد شد. از آنجایی که قارچ اغلب در زیر ناخن جا خوش می‌کند، در اونیکومایکوسیس دسترسی کافی به زیر ناخن برای درمان به روش پماد و مرهم وجود ندارد. با این وجود کرم‌های ضد قارچ برای درمان عفونت قارچ پا بی تاثیر نخواهد بود. به هر حال برخی توصیه‌ها در صورتی که از عفونت قارچی پا رنج می‌برید برای شما سودمند میباشد. از صابون برای شستشوی زیاد پا استفاده نکنید. پاهای خود را پس از شستشو یا حمام خشک کنید. اگر پوست شما زیاد تحریق می‌کند، از پودرهای خشک کننده استفاده کنید. جوراب تمیز و جذب کننده رطوبت نخی هر روز استفاده کنید. به حالت منظم کفش‌های خود را عوض کنید و اجازه بدهید هوا جریان پیدا کند. از کفش‌های باز یا ساخته شده از مواد قابل تهویه مثل چرم استفاده کنید. در استخرهای عمومی زیر دوش پالخت نباشید و از دمپایی بپوشید. در صورت لزوم به پزشک مراجعه کنید.